سلام علیکم بچه‌ها. این درسی هشتمین میشد آیدی برنامه بیسیک. در اینجا ما با شما یکی از اپراتوران نو را دیده میبریم با نام دراو. خب این اپراتور ترجمه‌اش چنین است: دراو و چیزی که ما میخوایم در اینجا نویسیم در داخل نخنک نویسنده میشود. برای همین با دقت باشید. دراو. برای فهمیدن این من یک نقشه ترتیب دادم از روی بعضی از کتابا برای با شما فهمتر شود. کورکنیشون خب دراو رنگی لاین و کرکله یا ای چی بگیم کاجی سر نمیکنه. کورکنیشون ای نقطه باینگی سر میکنه باین اکرانمون برای اینکه فهمتر شود. برای خطی راست با بالا کشیدن ما از حرف او استفاده میبریم. برای از نقطه به راست رفتن از ار استفاده میبریم. برای با بالا رفتن کارچو از یه با این گونه بالا رفتن از یه با این گونه از h با این گونه از f با این طرف رفتن با پایون از d با این طرف از g و با طرف g از l. هم همین گونه که باشد از در کارش رو با انیختر میفهمید چه خیلی استفاده بردن میشود. ما یکم میخواییم که از باین با بالا بریم. برای همین من مینویسم او خب سب از نقطه باین یعنی از اینجا من باشم شده و خب از همین جایی که ایستاده ایم از همین نقطه باین با سطح با بالا روم. برای همین من استاد نویسندم یعنی با سطح که بالا رفتن بعد من میخوام که با از تو بچه یه استفاده بودن سطح دیگر با کجی روم. یعنی این رو ما با شما مینویسیم. خب این رو نویسندیم. بعد از این ما نقطه ورگل میمونیم با مینویسیم یه ساعت. خب اگر خطاگی نداشته باشیم باید برنامه درست کار کنیم. برنامه رو با کور میداریم. اوکی با فکرم که خطاگی نداریم. چخیلی که میبینید از نقطه یعنی او صفروای نالی ما سطح با بالا اومد بعد سطح دیگه با کجی رفت. خب اینجا او قطعی بالا آمدیم از او که بوچید با قطعی با بالا رفتیم بهترین. اکنون این که بهترین که باشد ما میخواییم با سطح دیگه با پایون فریم و اینجا نگاه میکنیم. برای با پایون فرمادن ما از F استفاده میبریم می نویسیم در برنامه. خب میگردیم با برنامه F ساعت باز یک خطی راستی دیگر باید با پایون فریم. خانه رو من در اینجا تصویر کردنیم از D استفاده میبریم. خب نقطه ورگل D ساعت باز میبینیم علاقه 4-5 خانه ما قریب باید بچیده ایستاده باشد. استارت کریشه خانه ما قطعی یک دو طرفی دیولاش محکم شده فقط پایانش موندگی تموم اگر فکرم درست باشه. قریب آمدیم و اینجا را باید محکم کنیم با ای باینه باید محکم دیگرش کنیم. هرچی گمنهش وستانه هنخی برنامه کار کرده استیم. خب برای ما که در دی از جای ایست رفتن ما از L استفاده میبریم. L ساعت و می نویسیم. خب L نقطه ورگل L ساعت قسمت پایانی خانه ما علاقه بوچید به غرض این ما باز میتونیم که از اپراتورانی به استفاده بریم که در اینجا ما با شما نگفتیم به برای چی است. از با به بر وقت است. خب اوکی استارت ال صدیمو بعد خونه ما محکم باشد. تای خونه ما باید محکم شده باشد.
نه ساعت باعث ساعت باعث ایجاد می شود 2 ساعت فعل 2 ساعت بعد خونه محکم خب چون این طرز با فکرم که کار این اپراتور درام هم با شما معلوم شد. خب این خیلی که باشد باز برمیگردیم به اپراتور لاین و اپراتور چی بگیم کرکل خیلی دایره های بسیار ساختن و چارکنجه های دیگر را استفاده بردن و این کاری ما با اپراتور درام چه امارت توضیح کده رفت سکرین 12 پایان. خب برای استفاده بردن ساختن دایره رنگ ما میتونیم از فور استفاده بریم چکار که در پیش نگفته بودیم فور ای برابر اینا تو مثال میگیریم تا برابر اینا تو 50 برمیگردیم منویسونیم. خب در اینجا سکرین 12 خب کرکل در داخل این خب ساعت ورگل ای خب با ورگل رنگی 5 چیزی که باشد رنگی 5 و منویسیم بعد از اون next ای خب میگویم که بله start نه رنگی این گونه است. خب چقدر که میبینیم در اینجا دایره رنگ داشتیم در درس پیشتر با شما نگفته بودیم. خب دایره رنگ ما از چی پیدا شد و برای چی این گونه است؟ یکی از سبباش چون است که با ایجاد ما 50 تا دایره کشیدگیم این نقطه 0 سر می شود در 100 یک نقطه میمونه بعد یکی فور تبدیل یک تکرار کننده بود اگر در خاطر داشته باشید یعنی 50 بار با رادیوس های گوناگون دایره را کامپیوتر تصویر کرد برای همین چنین شد. خب که باشد رسم کشیدن شما با این اپراتور یاد گرفتین. خیلی خوب نشد اگر دیگر امکانیت ها شما یاد گرفته باشین با بای برفی ها یکون چیز دیگر می ساختیم و در ما بعدا می گفتیم که اینجا چی گفت شد. اپراتور دراگ یک اپراتور دیگر استفاده برده می شود که یعنی یک حرف دیگر ب برای گذاشتن جای خالی نویساندن جای خالی. با این درس 8 ما با آخر می رسد. در درس های 9 باشد ما کارکرد پرونده را با شما گفتم میگذاریم. خب بعدا باز میبینیم چی گپ می شود. سربلنده خانه آباد باشد تا درس های آینده.